سلام دوستان عزیز. امروز یه استیکراس اومده پیش ما. ارزم به حضور شما که ماشینش تصمه تایمش 20,000 کیلومتر دیگه جای تعویض داشته، ولی متاسفانه تصمه پاره کرده و ماشین سوپاپ کج کرده و باید سرسیلن باز شه و بره برای تعمیر. حالا علتش رو از ما پرسید که 20,000 تا دیگه جا داشته، چرا این تصمه باید پاره بشه. اینا یه موقع یه ایرادایی تو اتومبیل شما هست که پشت قاب تایمه و متوجه نمیشید. این ماشین پولکیه، سرسینانش دچار پوسیدگی شده، نشتی آب داشته، خودشون هم متوجه نشدن، ماشین هم نشون نمیداده، اون نشتیش خیلی کم بود. این آب شوره میکنه میرزه روی بولبرینگ تایم. بولبرینگ تایم کارش چیه؟ تصمه تایم رو تنظیم میکنه، مقدار سفتیشو، شلیشو، بالانسش میکنه. ببینید آب رفته توش، بولبرینگ قفل کرده، یه لحظه نچرخیده، ماشین تایم رد کرده و تصمیمش بارش شده. اینه که ماشینتون رو چک کنید، حتی کوچکترین ایراد، یه مقدار نشتی کم، همه رو تحت کنترل داشته باشید که هزینه‌های سنگین و زیاد شامل حالتون نشه. با تشکر، ممنون.